سلام به برعکس یوتیوب، خوش اومدید به ویدیوی یکم متفاوت از چنل من. خب آقا، من بعد مدت برگشتم. انقدر یه ویدیو دیر به دیر میزنم، میگم بعد مدت ها به خودت باید ایده خوب باشه. مثلا چند روز پیش داشتم یه ویدیو میگرفتم، وسطش کنسل شد. دیدم مثلا خیلی موضوعش مسخره است و اینا، و اینکه آره مثلا همه ولاگا که من میگیرم هم خوب در نمیاد. و اینکه آره حالا یه تغییراتی هم من کردم از اون آخرین ویدیویی که براتون گذاشتم. موهامو کوتاه کردم، ناخنامو هم کاشت کردم. آره. و اینکه بچا این اسمش قهوه دالگوناست. رسیپیشو بزنید براتون میاره، خیلی هم راحته. خود درست کردم هم دیدید. و اینم کتاب دشمن عزیزه که دارم میخونمش. 500 خورده ای صفحه است. و اینکه این دوم کتابه. باشگاه 5 صبحی رو تموم کردم. و اینکه آره این از این قراره که با من آماده شو بگیریم که در مورد اینه که من میشینم میکاپ میکنم، لباس میپوشم و در مورد این موضوع با هم دیگه صحبت میکنیم. اگه این ویدیو رو دوست داشته باشید، قسمت های بعدی هم داره با من آماده شو، ولی اگه دوستش نداشته باشید این قسمت اول و آخرشه. و اینکه بریم که داشته باشیم. 2 ساعت دیگه من زبان دارم، میخوام بر زبان آماده شم. حدوداً نیم ساعت دیگه پا میشم که هی دیگه شروع کنم به حرف زدن و اینا، دیگه دیرم نشه از اون طرف زبان و اینا. و اینکه آره با من آموزش رو شروع می‌کنیم. فقط یه توضیح بدم، من لباسمو عوض کردم. به دلیل اینکه دقت کردم دیدم ویدیوی آخرین روز مدرسه، ویدیوی آخرین ویدیو، و این همش با این لباس بوده. یعنی اتفاقی هر من ویدیو بگم این لباسمه، یعنی این لباس تنمو اینا عوض کردم باش. و اینکه حالا من صورتم شستم با ویتامین و من با ویتالایر میشورم. و اینکه الان میخوام تونر بزنم. من معلومه تونتون بگم بعد دیگه من داستان کنم تعریف، این اتفاقی برام افتاد براتون تعریف کنم که توضیح ندم. من الان از تونر استفاده میکنم و اون بچا ساعت 4 و 5 دقیقه است. من دقیقاً میخوام 55 دقیقه تونر در بیارم. یه ساعت وقت دارم. و اینکه آره من الان تونر میزنم، بعد آبرسان میزنم، بعد ضد آفتاب بیرنگ میزنم، 2 تا نقطه ضد آفتاب رنگی میزنم که محافظتم اوکی کنه، محافظت پوست. خب بریم داستان شروع کنیم. آقا من از فکر کنم تقریبا نمیدونم چند سالم بود، نزدیک 7 سالم بود. اینا یه زبانی بود، زبانی کتیبه بود. تقریبا یه جایی بود که ماشینا رد میشدن با خونه ما، شب پیاده 10 دقیقه 15 دقیقه فاصله داشت با ماشین، تو 6 دقیقه اینا میرسیدیم. مامان گفت بیا برو زبان اینا. بعد من موقع 7 سالم بود، واقعا سن نداشتم، ولی خب الان میگن که از اون موقع سن، از اون موقع بری خیلی خوبه اونا. بعد من اولش خیلی علاقه داشتم، یادم اول روزم که رفتم، بعد من از کوچیک‌ترین، یعنی از ابتدایی ترین شروع کردم، هیچی بلد نبودم اولا، هیچی. بچه 7 ساله دیگه، 6 7 سالم بود، ولی نه مدرسه نمیرفتم. تابستونی که می‌خواستم برم کلاس اول. بعد آره من شروع کردم به رفتن. و بعد مدیر اونجا، جالب بگم، مدیر اونجا معلم ما بود که آره حالا فهمش نمیگم. مدیر اونجا معلم ما بود و هیچ، من شروع کردم به رفتن. بعد اون زبانه یه قانونی داشت که اگه تو مثلا دوستات معرفی می‌کرد که بیاد زبان اونجا، از شهری ما بعد تو کم می‌شد. بعد ما 2 نفر معرفی کرده بودیم و اونا هم می‌اومدن با من. یه چیزی همینطوری گذشت. بعد زبانم کوچیک بود، یعنی حدوداً 3 کلاس داشت. و آره فکر کنم به خدا از نوشته از 7 8 سال می‌گذره، فکر کنم دیگه 14 سالمه، آره 7 سال، 7 8 سال می‌گذره. و اینکه آره هی رفتیم اومدیم و یه روز رفتیم و همچون یادتی داشتیم من دوستم رفتیم زبان، میگفتیم که میرسیم گفتیم معلم ما کو. بعد یادم رفتیم گفتیم معلم ما کو و معلمتون عوض شده. بعد برام عجیب بود دیگه، گفتیم مثلا کیه و اینا. فهمیدیم که یه دیدیم یه خانم دختر، یه دختر خوشگل، من از اون موقع دوستش داشتم. این بچه‌ها یا ابوالفضل، یعنی یا ابوالفضل در این یه دقیقه اوکی. ما گفتیم که کیه و اینا، ببینیم کیه و اینا. فهمیدیم یه دختر تقریبا 20 ساله، 20 سالش بود. بعد آره حالا فامیلیشو بگم، فامیلیش تاجیک بود. بعد خیلی خوب بود. بعد چون مثلا اختلاف اون مدیر اونجا که قبلش معلم ما بود سنش زیاد بود، 30 خورده 40 سالش بود. خب قطعا با بچهای 6 7 ساله، یعنی 6 7 ساله آره یک بعد بیاد که سنش پایین‌تر باشه، بتونه بچه‌ها ارتباط بگیره. هیچی، اون اومد خانم تاجیک اومد و همه چی خیلی خوب پیش رفت. همین رفتیم و اینا، همه چی خیلی خوب بود. ولی یه مشکل اینجا بود. چی؟ من به زبان علاقه نداشتم دیگه، یعنی خستم می‌کرد. بعد بگم این داستان زبان رفتن من خودش یه کتابه، الان تایپ می‌کنم. هیچ دیگه من علاقه نداشتم. من کل روزایی که من میرفتم زبان به خاطر خانم تاجیک بود که چون واقعا دوستش داشتم، خیلی مهربون بود، اونم خیلی منو دوست داشت و اینا. هیچ دیگه ما هم میرفتیم و اینا. بعد کتابای من دیگه رفت توی فرند بود، آره فرند وان و اینا. بعد رفتم فامیلی وان، تا فامیلی وان پرسو من از ابتدایی ترین تا فامیلی وان حدود 3 سال گذشت. همینطوری 3 سال گذشت و بعد توی 3 سال خیلی چیز بود. اینکه مثلا من اصلا نمیخوندم زبان، اصلا نمیخوندم و فقط همون رنگا رو بلد بودم. حتی یه بار املا میگرفتم تاجیک، یادمه یه بار املا، بعد اون موقع کلاس قاطی بود، این دختر پسر هم قاطی بود اینا. بعد آره قاطی بود و یه بار خانم تاجیک گفت که بچا
بعد همه املا میگرفت، میگفت اینا رو بخون مثلا جلسه بعدی میخوام املا بگیرم و اینا. هیچ بچه یه دقیقه پایین هست. بعد آره من تو اینجا بعد میگفت که آره میخوام مثلا املا بگیرم و اینا بخونید و اینا. جلسهش میاد املا بگیره، من املا رو نمیگم اصلا، یادم نمیاد چجوری تمرین کردم، ولی قطعا افتضاح تمرین میکردم اینا. که مثلا یه بار یادمه پایین برگم نوشت بیشتر تلاش کن، کاش که اینا رو داشتم انداختم بعد نوشته بود که بیشتر تلاش کن. یه بار من 14 شدم بعد نمره میداد. بعد خلاص که اصلا من تمرین نمی‌کردم، بعد اینا که میگفتم زیاد برام مهم نبود، یعنی یه ذره ناراحت می‌شدم ولی زیاد برام مهم نبود، دور شد. و اینکه همینطوری گذشت، دقیقاً همینطوری گذشت تا همون 3-4 سال. یه بارم یادمه که خوب خونده بودم و هم بعد من یه بار 20 می‌گرفتم خرذوق می‌شدم، خر کیف می‌شدم. بعد آره همینطوری گذشت تا 3 سال که خانم تاجیک می‌دادم. من اصلا یادم نمیاد، یادمه که من سوم بودم که سوم من هم کاراته می‌رفتم، یعنی کاراته قبل تابستون که مثلا من کلاس سوم شروع کردم. بعد من هم کاراته می‌رفتم هم این که زبان می‌رفتم. یادم معلم سومم به من گفت که خیلی معلوم خوبه ولی از این حرفش اینجوری شد. گفت که نه تو خیلی داری کلاس می‌رسی، به درست نمی‌رسی. من سوم یعنی هم مدرسه می‌رفتم، هم زبان می‌رفتم، هم کاراته می‌رفتم. نه من ناراحت شدم. گفتم که حالا که دختری اومد داره مثلا فعال و اینا شما اینطوری کن. بعد یه چیزی هم بود که من مثلا یه روزایی یادم شنبه بود چهارشنبه بود چی بود فرض کن از میرفت از مدرسه میمدم میرفتم چهارشنبه بود از مدرسه میمدم میرفتم کاراته، از کاراته هم میمدم میرفتم کجا زبان. یعنی دقیقاً ساعتش چه جوری حتی من 5-6 دقیقه به زبان دیر میرسیدم خاطر اینکه کاراته و زبان یه ساعتش با هم اوکی نبودن. هیچ دیگه من ول کردم نه به خاطر حرف معلمم. حالا نه خب بنده خدا خیلی معلم خوبی بود، از اون یه ذره حرفش که گفت از به خاطر من نبود دیگه من نرفتم. و اینکه بچه‌ش بگم براشاتون حتما بشورید. من رفتم مسافرت اومدم براشات شد، من اولین باری که بعدش شستم استفاده کردم چون بعد یه مدت جوش میده از براشات کسی استفاده کنید. خب بعد دیگه من نرفتم یعنی من فقط کاراته میرفتم. زبان رو ول کردم به یه دلیلی که کلاس خانم تاجیک عوض شد. یعنی من داشتم میرفتم کلاس خانم تاجیک عوض شد، منم گفتم که الا و بالله من با معلم دیگه نمیرم آقا جان، یعنی باید همون معلم باشه. چون و یه نکته هم که بود من تتقالی کلاس بودم. یعنی چطوری؟ یعنی مثلا ما همه سن داشتیم ولی زن 30 سالم با ما بود. خب بیشتر از سنی هم کمتر از 18 سال بود اینا. من اون موقع که مثلا نفر مثلا 10 ساله 12 ساله 15 ساله بودن، من اون موقع مثلا 8 سالم بود 9 سالم بود که کوچیک‌ترش بودم اینا. حالا سر این ماجرا بود. بعد خانم تاجیک خیلی منو دوست داشت، منم خیلی دوستش داشتم. اصلا کار بهش خوب میرفتم که مثلا با خیلی خوب بود و اینا، وگرنه من به زبان از اون موقع از زبان متنفر بودم. کارتر خیلی دوست داشتم، زبان برام میاد. بعد هیچ دیگه کلاس عوض شد که گفت که دیگه خانم تاجیک نمیتونه معلم شما باشه. منم هیچی گفتم که من نمیرم. دقیقاً به مامانم یادم به مامانم گفتم که من نمیرم اگه قراره که یه معلم دیگه جز مثلا میساجیک باشه اینا. بعد هیچی من نرفتم. بعد خانم تاجیک یادم گفت که صبر کنی من کلاسم چیز میشه، نمیتونم دوباره کلاسمون صبر رو بگیرم و اینا. و اینکه منم خوشحال و امیدوار بودم که بعد یادم کلاس چهارم تابستون چهارم که همچنان من کاراته میرفتم دیگه همه میگفتن که وای چهارم ریاضیش پایه است خیلی همه گفتن که وای چهارم ریاضیش پایه است اینطوری اونطوری. من کاراته رو ول کردم، یعنی نباید موقع الان یه ذره حس پشیمونی دارم ولی خب دیگه گذشته نباید ول می‌کردم. بعد من نرفتم پشتم باز کن. بعد یادم کاراته رو می‌خواستم من کمربند سبز این آخری زردم که سبز قهوه‌ای مشکی. بعد من گفتم مشکی من دیگه نرم مربیگری اینا فکر نمی‌کردم. بعد خب دیگه نرفتم دیگه. بعد آره همینطوری گذشت و یه روز یادمه خانم تاجیک زنگ زد رفتم چند مدرسه برگشتم با مامانم اومد دنبالم اینو زنگ زد گفت که حالا صبا نمیاد یه کلاس دیگه بیاد اصلا عقب نیفته. بعد من خودم یه جوری می‌کنم که هندل می‌کنم که دوباره مثلا بیفته با من و اینا. من گفتم که من راضی نشدم، گفتم که نه من نمیرم اون. بعد یادم مامانم گفت که حالا برو. من راضی شدم بعد یه مدت بعد چند روز راضی شدم برم. رفتم کتیبه بعد تقریبا میشد 9-10 ماه رفتم اگه درست بگم یادم باشه. آره رفتم بعد کتیبه بود که خیلی شاد شنگول بودن و همه مثلا بچه‌ها 6-7 ساله و با هم می‌زدیم شکلن دیگه خیلی خوب بود اینا. بعد رفتم دیدم تاریخ یه نفر اونجا نشسته. بعد من گفتم که مثلا من کلاسم بعد موقع خیلی نمیدونی این تصور کنم چقدر خجالتی بودم روابطشون ضعیف بود. بعد حالا به هر زور بدبختی گفتم که کلاس داریم و اینا اسمم پرسید و اینا گفت آره. بعد نه گفت که من خانم تاجیک زنگ زد همون گفتم که زنگ زد گفت میتونه گفت که من معلمش خودمم. من رفتم گفتم معلمش خودشه دیگه. رفتم نه معلم یکیه که وای معلمش افتضاح بود به دلیل اینکه اصلا بلد نبود بچه‌ها ارتباط بگیره. فکر می‌کرد مثلا 6 تا بچه نشستن که جمع سنی همه‌شون نمیدونم 20 سالن 30 سالن نمیشه هم بچه بودیم دیگه. من بزرگترم من فوق شاید 15 سالش 14 سالش یعنی هم سن الان من اصلا نمیتونست آقا جان ارتباط بگیره. و مثلا من میگفتم که اینو من بد نوشتم که آره بد نوشتی و یه ذره آروم‌تر بگو یه ذره بهتر بگو بالاخره دارم یاد میگیریم دیگه. بعد همینطوری گذشت و که من کامل متنفر شدم. حالا این وسطا با همکلاسی‌های من دو تا از همکلاسی زبانم دو تا هم شاگرد یعنی هم باشگاهی‌های زمان کارتم بودن دیگه نمی‌رفتم اینا. بعد آره هیچ شما اینطوری مثلا آره همینطوری شد و
دیگه آره. بعد اونا بودن، من یه ذره احساس غربت هم کم شده بود، احساس تنهایی که با من هیچ دوستی ندارم تو زبانم، فقط میرفتم و میومدم و کل زمان لحظه شماری میکردم که اون روز برسه تموم شه. آره بچا من میخوام سایه بزنم، هر رنگ از سایه که میزنم اینجا میاد. من میخوام اصلا قهوه‌ای بزنم ولی 3 دور میزنم، یعنی یه بار نخودی میزنم خوش میاد باشه بکم و یه بار یه رنگ سایه کمتر، یه بار پررنگ. بعد یه چیزی من تو قبل آرایش قبل دیدم من کانسیل و کانتور میزنم ولی اون تاریخشون گذشته بود، داشتم من نابود میکردم، مثلا دقت نکرده بودم، بخاطر همون اونها رو دیگه نمیدونم تو برام بگیرم. اوکی رنگاش هر رنگی میزنم اینجا میاد. بعد اینکه آره بعد منم اینطوری بودم که حالا باز اینا هستن من راحت‌تر می‌ذارم چیزا رو. بچه‌ها روخونی خوندن من افتضاح بود، یعنی اصلا نمیتونی معنی افتضاح رو درک کنی، بگم از افتضاح بالاتر. نوشتنی باز رایتینگ هم خوب بود، اسپیکینگ هم بد. آره همینطوری گذشت که یه روز من داشتم خفه می‌شدم تو اون زبان. بعد من میدونی مثلا در صورتی تو میگی که اگه مثلا من میتونستم یه چیزی یاد بگیرم، میگفتم که اوکی من دوستی ندارم ولی یه چیزی یاد میگیرم، ولی وقتی نه من یاد میگیرم یه چیزی، نه من دوستی دارم اونجا، ارتباط عمومی منم یعنی ارتباط اجتماعی منم ضعیف. من اصلا درونگرا نبودم، من میانگرای رو به برونگرام دقیقاً میانگرا نیستم، ولی تو زبان من یه درونگرا بودم. بعد آره بعد خیلی بود که من دیگه یعنی دیگه نرفتم کلاس زبان رو. گذشت اینجا که دارم تعریف میکنم براتون چند سالم بود، یعنی از زبان در اومدم تقریبا نزدیک 10 سالم بود. آره 10 سالم بود که دیگه گفتم که ببخشید من نمیتونم بیام. نرفتم تا اینکه خبر رسید چی شده، خانتاجی یه کلاس زده، کلاس زبان خودش زده. بعد بچه آخرین روزایی که من با معلم دیگه میرفتم خانتاجی با مدیر اونجا به مشکل خورده بود، بعد در اومده بود، خیلی اذیت میکرد مدیر اونجا خانتاجی. بعد آره بعد منم خوشحال که آره خوشحال بودم. نه بچه‌ها اون لحظه که گفتن که زنگ زد و گفت من خودم کلاس زدم و میتونه سبا جون بیاد و اینا، من کلاس ششم بودم، یعنی من 2 سال از زبان نرفتم، تقریبا 1 سال دیگه نرفتم. بعد اون معلمی که واقعا دیگه گفت بدون گفتم چه مدلی بود دیگه، من دیگه نرفتم. و دیگه بعد مامانم شرایطشو پرسید، حالا کلاس کجا بود، یه مسجدی بود که بالای مسجد کلاسی بود که فعلا اونجا بود تا راه بیفته. بعد مثلا ما باید کفشامون رو در میآوردیم میرفتیم تا ابتدایی بود، مثلا ابتدایی بود تا پیشرفت کنیم مثلا جای بهتر بگیریم. هیچی من رفتم. بعد از من پرسید که مثلا خودش پرسید که چقدر خوندی تا الان، تو این دوران خوندی که نرفتی زبان؟ و من خیلی تیکه پاره خونده بودم، یعنی مثلا خیلی مثلا فرض مثلا الان میخوندم یه فیلم دیگه باز میخوندم، زبان تو باید هر روز بخونی یا واقعا که زبانم میاد 2 هفته این 2 روز در هفتهش تکرار میشه مثلا. من گفتم که آره اون موقع فهمیدی تیرم گفتم بلدم. خب گفتم فهمیدی تیرم گفتم بلدم اینا. بعدش گفتم من فهمیدی رو بلدم. گفت که باش، یعنی فهمیدی گفت بلدم و دیگه رفتم و ولی نگم براتون که من افتادم بعد من گفتم که یعنی گفتم که من فقط مکالمه میخوام، یعنی اصلا نمیخوام کتاب بخونم، میخوام مکالمه کنم که حرف بزنم، من نمیتونم اصلا حرف بزنم به انگلیسی، یعنی اسپیکینگم خیلی ضعیف بود اینا. اینکه آره بچه‌ها من یه توضیح بدم، من دیگه سایه‌مو زدم، ریملم زدم، این چیز بود، الان ریمل ماری پاک میکنم و آره بعد من رفتم تو هم کلاس مکالمه. بعد اون موقع 12 سالم نشده بود، کلاس ششم بودم ولی من دی ماهی 12 سالم نشده بود. و اینکه آره همینطوری رفتیم و مثلا روزگونه میزنم، رنگ روزگونه رو میذارم، رفتیم ولی مثلا نخواستم ارتباط بگیرم به دلیل باز من بدتر شده بودم، من روز به روز نسبت به سنم بدتر میشدم، وگرنه مثلا فکر نکنید من بهتر میشدم، من بدتر میشدم. و اون روزا خیلی من اذیت شدم به دلیل روابط اجتماعی کمم و ضعیفم. و آره که دیگه نرفتم، میکنم دیگه ما رفتم. بعد یادمه که خانتاجی پیام داد گفت صبا چرا نمیای، بعد من بهونه آوردم که من نمیتونم بیام، من خیلی نمیتونم ارتباط بگیرم. و تو این دوره قبل اینکه برم این مسجد بالا که خود خانتاجی زده بود و اینا، یه چند جلسه خانتاجی اومد خونم ولی خب بازم هیچی نبود، یعنی ببینم مامانم هر کاری که من به زبان چیز ولی من نه، که من باز بهونه آوردم که وای خانتاجی کلاس سخت شده، اصلا یه وضعیتی دارم نمیتونم، که من گفت تنبل و اینا، من چیز بودم به شوخی اینا، ولی واقعا من نمیتونستم، یعنی خوشحالم کردم ول کردم، باز من ول کردم، یعنی من یک سری دارم زبان رو رها میکنم. بعد گفتم که نمیتونم و اینا، تموم شد که رفتم کی بود هفتم من دیگه نرفتم، یعنی از کلاس ششم که از 12 سالم شده بود نرفتم تا اینکه دیگه خودم شروع کردم، یعنی از بعد هفتم که هیچی، تابستون هفتم تیرینا بود که سرم افتاد که سبا برو. بعد تو این مدت دوست صمیمی که بعدن ویدیو دید سحر که با زبان میرم، اون هفتم که با هم آشنا شدیم واسه بچه‌ها می‌بینید نور کم شد، به خاطر اینه که من اینجا نور انداخته بودم، شارژش تموم شد، به خاطر اون دیگه الان حتی آخری آره شدیم من پاری تموم کنید. آره بعد هفتم که با سحر آشنا شدیم یه اکیپ 4 نفره با دوستامون و اینا. بعد که سحر میگه معلم من خانم تاجیکه، گفتم سحر یه بارش بیام که سلام میرسونه و اینا. بعد فهمیدم که خانم تاجیک از اون مسجد یکم اینورتر باز زده. بعد اونجا زده. بعد که دیگه تیر 402 دقیقاً تقریبا یک سال و نیم پیش یک سال پیش خبر رسید که اومده اینجا، که این تقریبا الان همینجا که من میرم که اینجا یه تقریبا بزرگه
و کلاس‌های هم مختلفی داره. بعد خانم توی مدت خیلی پیشرفت کرد ماشاءالله بزنم به تخته. بعد آره همین گذشت و من فکر کنم چند سالم بود دقیقاً همین یه سال پیش بزنم افتاد که سبو برو. بعد من دبستانم رفتم مدرسه من کلا 6 سال دبستانم مدرسه چیز بودم غیر دولتی بودم. بعد هفتمم که رفتم دولتی الانم هشتمم دولتی نهمم که دقیقاً تو همین مدرسه سال گذاشتم. بعد رفتم اونجا هفتم من انگار یه در بزرگ رو به من باز شد. فرض کن بچه‌ای که 6 سال دبستان شد تو یه کلاس 12 نفره بود وارد کلاس 40 نفره شد. و یعنی من بهترین اتفاق زندگی می‌کردم دولتی به دلیلی که رفتار اجتماعی کم بود، یعنی نمیتونستم ارتباط بگیرم. مفید شد برام در واقع. بچه‌ها که گوشی کجاست؟ بعد برام مفید شد. یعنی یه سبب خیر شد اینا. آره حالا چند روزی بزنم دیگه تموم این چیزی یادم نرفته باشه نه تموم دیگه و سبب خیر شد این کار برام. آره همینطوری گذشت و دیگه من تصمیم گرفتم برم رفتم خانواده جو بعد از امتحان سطح بگیریم ببینیم چه سطحی داره اینکه چطوری اینا رفتم و اینکه تعیین سطح دادن. خانواده گفت که سطح تو فامیلی فرند فوره. من گفتم اوکی. بعد چی رفتم بعد یه چیزی داشتم من سحر دوستم گفتم من نمیدونستم کتابش چیه و اصلا نمیدونستم که چیه و اینا. بعد رفتم سحر هم کلاس ببین خرج شدم. بعد آره شروع کردم دقیقاً من فکر کنم 15 16 مرداد پارسال 402 من 15 16 روز میشه یه سال که من دارم میرم زبان به طور مداوم و رفتم و اونجا من خیلی احساس غرات کردم و اینکه سحر بود بهتر شده بودم ولی خب هنوزم فکر نکنم وای من با همه دوست بودم نه فقط با سحر دوست بودم و کم خودم خیلی من کار کردم که آقا این چه چیزی من مثلا میدونم هم کلاس زبانم با هم میام من فقط دارم با سحر حرف میزنم اصلا نمیتونستم اصلا از چیزی می‌خواستم نمیتونستم بگم به این طرز عجیبی که تو الان باور نکنی دارم درست حرف میزنم فقط با اعتماد به نفسم من اینطوری بودم پارسال. من خیلی کار کردم از این طرف من زبانم بچه‌ها به طرز عجیبی فوق‌العاده شد. من پارسال خیلی علاقه پیدا کردم به زبان و اینا و من دستام بهش میام خیلی علاقه پیدا کردم. بچه‌ها اینا آرایشم اگه نور بیفته اینطوری شد اینطوری روشن شد اینطوری. و آره من خیلی اینطوری خوب شد و علاقه معجزه میکنه و تلاش من خیلی تو یه سال تلاش کردم بر زبانم تا اینکه رسیدیم به امسال. بعد من خیلی رو خودم کار کردم از مهر ماه دیگه من اجتماعی بودنم ترکید و روز به روز دستم میگم بچه‌ها رو ببین یه روز یادم اینقدر خندیدیم با بچه‌های زبان افتادم کف زبان و همه چی خیلی خوب خدا شد. و اینکه آره بچه‌ها اگه مثلا فکر می‌کنید که بکن دستامو تمیز اگه مثلا فکر می‌کنید که ارتباط اجتماعیتون کمه رو خودتون کار کنید. بعد نمیدونم ویدیو یوتیوب ببینید از آدمایی که خیلی اجتماعی به خودتون تاثیر میذاره. بعد سعی کنید جایی برید که شلوغه میتونید ارتباط بگیرید حرف بزنید و اینا خیلی بهتون کمک میکنه اینا. و اینکه آره من اینا رو پیش کنم و اینکه این شد که اینطوری شد. اینم داستان زبان من که اصلا خودش یه کتاب بود و مرسی که تا اینجا گوش کردید. الان من آماده بشم موامو وا کنم و اینا. و اینکه آره آقا یه بگم اینکه شما علاقه داشته باشید من احساس میکنم ارتباط اجتماعی من رفتی به علاقه شدید من به زبان شد. الان من تشنه اینم که یه گرامر جدید یاد بگیرم یه کار جدید کنم در قبال زبانم. این علاقه احساس کنم داشتم فکر کردم که تو حرفم نگفتم و اینا الان اینه که من دوست جدیدی نمی‌تونستم ارتباط برقرار کنم با هم کلاس زبانم به دلیل اینکه اصلا من جای من اونجا نبود. من هیچ علاقه‌ای به زبان نداشتم. الان که علاقه پیدا کردم مثلا عشق می‌کنم باهاشون حرف می‌زنم. نمی‌دونم بخوام راستی یه چیزی اینجا یادم رفت بگم که الان معلمم خانم تاجیکه و خیلی اتفاقی شد که من گفتم که میشه خودتون باشید و اینا دیدم که اصلا کلاسی که من می‌خوام برام خودش معلمش و اینکه آره من خوشم میاد که من همین کلاسامو عوض کردم این دادم معلمای دیگه فقط کلاس شما نگه داشتم. میگم 12 نفریم کوچیک‌ترینم امسال قرار به 6م بزرگترینم امسال قرار به 12 یعنی همه زیر 18 سنم و اینکه آره 12 نفر همین گفتم که میگم که علاقه‌ام خیلی هستشون فکر می‌کردم بهش که شما اگه با علاقه برید قطعاً ارتباطتون خیلی خوب میشه و الان نه تنها ارتباط من ارتباط اجتماعی رفتارهای اجتماعی تو زبانم خیلی خوب شده. قشنگ با منشی حرف می‌زنم اصلا نمی‌تونید تصور کنید اون سوایی که هیچی نمیتونست بگه الان چطور شد. آقا این موهای چوسخله کوچیک من که اینطوری شد و اینکه آره خودم عاشق شدم. بچه‌ها کلا از تغییر نترسید. آره که من الان عاشق اینم که موامو کوتاه کردم و واقعا بهش نیاز داشت و اینا آره اینطوری الان من سعی لباس بپوشید که یه 20 دقیقه دیگه قرار خونه در بیام کنم زبان. آره بچه‌ها من خواهم این تمام بپوشم که ساراخونه بعد بپوشم کت میاد اینطوری خیلی خوشگله. بعدش سایزش یکه چون سایزای بلند یعنی سایز 2 3 برام خیلی بلند شد و این دقیقاً تا مچ پام هست و اینکه آره میرم میپوشم میام. آره و اینکه این عینکمو زدم می‌خواستم کلا هم بزنم ولی اصلا من حس خوب اینکه هم آدم کلا بزنم هم عینک بزنم نداشتم خیلی استایل شروع میشه اینا میگم آوتفیت بهتون نشون ندادم و اینکه این توفیقم می‌خوام ببرم واسه زبان گذاشتم. این از قضا امروز من امتحان دارم امتحان میان ترم که 2 درس اول امتحان کامله بعد خانم تو امتحانش خیلی سخت میگیره خوندم ولی چیز من نمی‌دونم برم واسه اینا میونه چون اینطوری گفت سخت و اینو فکر نکنم وقت باشه درسی بدی ولی گذاشتم و در قشنگ میشم از دروغ شدم. باشه من خب عطر آنجل شی رو میزنم که دید تو ویدیو قبلیم بوی وانیل مشروب طوری میده و خب این میخواد رد بو
داشته باشه این خیلی گزینه بوی وانیلش میخواد بدید که دیگه بوی خیلی خوبه و اینا بعد رد بو هم میذاره. چند نفر بهم گفتن اینا که مثلا بوش بوی عطر و اینا، این انتخاب خوبیه. آقا این شلوغی اینجا رو به بزرگی خودتون ببخشید، خیلی شلوغ شد. حالا بخوای هر ویدیویی بگیری در مورد میکاپ آرایشی بگیری اتاق میترکه و اینکه آره اینم استایل من. آره بچه این تا اینجای من میاد. آره اینم بگم که شما میتونید لباسای این مدلی ها با 2 تا کفش بپوشید. من حداقل با 2 تا کفش میشم، یکی تابستونی یکی هم من با جردن میتونم، با جردن خوب میشه. بچه جردن من دیدید دیگه سفید سبز کم رنگه با این خیلی میاد و اینکه حالا دوباره حالا نشون میدم تو ویدیو میبینید و اینا دیدید حتما. و اینکه آره اینطوری ساعتم 5 من 5 دقیقه دیگه از خونه در میام، همه چیم آماده است و واقعا اصلا یه احساس راحتی دارم چون هم دوست داشتم این ویدیو رو براتون بگیرم، هم که گفتم یه موقع از زبان حالا هی حرف میزنم و اینا ساعتش دیر نشه که دقیق به موقع شد همه چی اینم که آماده است و آره.